توی این ویدیو بهتون یاد میدم با چند تا کلیک خیلی ساده یه سری کانفیگ اختصاصی و رایگان برای خودتون بسازین با یه همچین پینگ زیر 100 که حتی جیمینای رو که هر وی پی اینی باز نمیکنه مثل آب خوردن براتون باز کنه. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان آسون ای آی. من داریوش فلفلی با یک آموزش دیگه در خدمتتونم. بریم سراغ اصل مطلب. امروز قراره که کانفیگ اختصاصی ویتوری برای خودمون بسازیم و ازش به صورت کاملا رایگان استفاده کنیم. برای شروع باید وارد سایت کلودفلر بشیم. آدرسش رو بالای صفحه میبینید و لینکش رو هم داخل کانال تلگرامم قرار میدم که میتونید ازش استفاده بکنید. فقط کافیه که با جیمیلمون یک بار ما ساین این بکنیم. اینجا جیمیل رو انتخاب میکنم. ممکنه که یک کد تایید بخواد که از طریق موبایل تاییدش میکنیم. ممکن هم هست این مراحل رو نخواد و شما مستقیم وارد در واقع سایت بشین و ساین این انجام بشه. حالا این مراحل رو من دارم خدمتتون نشون میدم که اگر به مشکلی برخوردین بدونین باید چیکار بکنید. چند ثانیه زمان میبره و وارد پنل کاربریمون میشیم. اینجا مرحله اول رو با موفقیت در واقع انجام دادیم و همونجور که میبینید پنل ما باز میشه. حالا باید بریم سراغ این وبسایت BPB Wizard. لینکش رو داخل تصویر میبینید و داخل کانال تلگرام هم قرار میدم. شما میتونید عضو کانال تلگرام بنده هم بشین و اونجا مستقیم با کلیک روی اون وارد این صفحه بشین. اینم تاکید بکنم خدمتتون دوستان، هم با لپتاپ هم با موبایل فرقی نداره. شما با هر کدوم بخواین میتونید ثبت نام و کاراشو انجام بدین و کانفیگتون رو دریافت بکنید. اینجا به ما گفته که تو مرحله اول ساین اپ کن تو کلودفلر که ما این کار رو اینجا انجام دادیم. حالا میگه یه توکن بساز. کرییت توکن رو میزنیم. یه پنجره برای ما باز میشه مجددا که همون کلودفلر هست و اینجا یه توکن اصطلاحاً ساخته میشه که اختصاصی هست و مختص خود ماست. ببینید اینجا صفحه که باز شد میاین انتهای صفحه کانتینیو رو میزنید، کرییت توکن رو میزنید و اینجا این توکن اختصاصی که متعلق به خودتون هست رو کپی میکنید. اوکی. حالا برمیگردیم میاین اینجا، فقط کافیه اون توکن رو اینجا پیست بکنید و این هم رو حالت کلودفلر ورکرز باشه. اینستال رو بزنید. چند ثانیه بعد میبینید اینجا با موفقیت ساخته شد. فقط کافیه روی پنل URL کلیک بکنید و این پنجره براتون باز میشه. چون من خیلی سریع کلیک کردم هنوز آماده نشده. این در واقع زمانی که این ساخته شد بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول میکشه تا این پنل به من نشون داده بشه. اینجا هنوز به من میگه که آقا ساخته نشده. مثلا 30 ثانیه 1 دقیقه بعد صبر بکنید تا این پنل ساخته بشه. میبینید شاید الان مال من 10-15 ثانیه هم بیشتر نشد. رفرشش کردم و این صفحه به من نمایش داده شد. پس اینجا این پنل رو که ساختین یه چند ثانیه مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه صبر کنید، یا نه اگر باز کردین مثلا من به ارور برخوردین یه 20 ثانیه بعد یک بار رفرشش کنید. اینجا به من میگه که بیا ایمیلی که باهاش کلودفلر رو در واقع ساین این کردی وارد بکن که من این کار رو الان انجام میدم. تو مرحله بعدی باید یه پسورد براش بذاریم. و سیو رو میزنیم.
حالا میگه که اینجا میخواین تاییدش بکنید، میگیم بله تاییدش بکن. همینجا که در واقع نشون داده شد خودش مجدد ایمیل و پسورد رو وارد کرد و اینجا فقط کافیه لاگین رو کلیک بکنیم. لایک و کامنت فراموش نشه. اگه به هوش مصنوعی علاقه داری حتما عضو کانال تلگرام شو. حالا اگر با موبایل لمس میکنید این صفحه براتون باز میشه. برای اینکه بخواین از اون کانفیگ ها در واقع استفاده بکنید دوستان باید بیایم پایین صفحه، میبینید بیاین تو قسمت رو. خب اینجا کلیک میکنید و این کانفیگ ها رو اینجا تو این قسمت کپی میکنید که اینجا میگه با موفقیت کپی شد. میبینید من مجدد میزنم که شما هم ببینید. حالا فقط کافیه که کانفیگ هامون رو حالا ببریم توی یک از این نرم افزارهای در واقع ویتوره. حالا میتونه اینجا چند تا نمونه هم بهتون نشون دادم. ویتوره انجی میتونید باشه، مهسا انجی، یا حالا موارد دیگه ای که تو تصویر میبینید، یا حالا نرم افزارهای دیگه. من الان مثلا برای مثال از هیدیفای میخوام استفاده بکنم. خب میام هیدیفایم رو باز میکنم، اینجا کانفیگم رو پلاس رو میزنم، کلیپ بورد رو میزنم و کانفیگ ها رو اضافه میکنم. چند ثانیه زمان میبره تا کانفیگ ها کپی بشه و BPB رو میبینید با موفقیت اضافه شد. بریم یه تست هم ازش بگیریم ببینیم چجوریه. خب اتصال رو میزنم، اینجا به من یه سری کانفیگ نشون میده که میبینید با پینگ 100 حتی پایین تر 96 درجا کانکت شد. یه تست یوتیوب هم اینجا ازش بگیریم ببینیم چجوریه. میبینید چقدر سریع داره پیج رو لود میکنه، بلا فاصله باز شد. سرعتش هم خیلی خوب و مناسب هست. این هم از تستش. در واقع بریم جمینای هم ببینیم باز میکنه یا نه. من جمینای رو هم اینجا بزنم، امیدوارم که بازش بکنه. بله این از اون کانفیگ هایی هست که بسیار قدرتمند و قوی. همونجور که میبینید حالا جمینای رو هر وی پی اینی باز نمیکنه و شما اینجا به راحتی میبینید که جمینای هم برای من باز شد و به صورت کاملا رایگان و به همین سادگی که دیدین ما تونستیم که کانفیگ اختصاصی و پنل اختصاصی خودمون رو داشته باشیم. در مورد حجمش هم خدمتتون عرض بکنم دوستان، بستگی به توکنی که در واقع بستگی به درخواست هایی که دارین این در واقع کانفیگ ها یه جورایی اعتبار میسوزونن، کردیت میسوزونن، ولی به طور متوسط خدمتتون عرض بکنم چیزی حدود میانگین 7 گیگ میتونید روزانه ازش استفاده بکنید. حالا این چیزی که من تست کردم حدوداً 7 گیگ رو به صورت میانگین حجم داره که میتونید استفاده بکنید و ساعت 3:30 صبح به وقت ما که تقریبا میشه دقیقا همون ساعت 12 گرینویچ این 7 گیگ دوباره شارژ میشه روزانه که میتونید ازش استفاده کنید. حالا اگه مصرف کمی ندارین میتونین با اعضای خانواده هم به اشتراک بذارین، ولی خب اگر مصرف بالاتری دارین میتونید با هر جیمیلتون در واقع یک دسته کانفیگ بسازین که هر کدومش اختصاصی هست، برای خودتون هست، مخصوص خودتون هست و بدون اینکه کوچکترین هزینه بابت VPN بکنید به صورت کاملا رایگان ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه براتون. ممنون میشم که برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین و اگر به هوش مصنوعی علاقه دارین حتما عضو کانال تلگرام بنده هم بشین. اینجا آسونه آیه و من ساده، سریع و کاربردی هوش مصنوعی رو بهتون آموزش میدم.